خب با سلام خدمت همه جنگ پژوهان عزیز، با یه بروزرسانی دیگه از جنگ غزه در خدمتتون هستم و سعی میکنم مسائل رو خیلی خلاصه بررسی بکنم، اتفاقی که افتاده و یه تحلیل هم داشته باشم راجع به اتفاقاتی که خواهد افتاد. یه تسلیت هم به جامعه ایرانی و عزیزانی که در ایران هستن میگم بابت اتفاقی که امروز در کرمان افتاده و واقعا تأسف‌بار هست. خب بریم سراغ منطقه ضاحیه و جایی که در اینجا در تقاطع این دو اتوبان در میدان شهدای مقاومت، اگه من درست رفته باشم آدرسو، در این ساختمون اسرائیلی ها موفق شدن با شلیک 3 موشک از پهپادهای خودشون به این صورت یک فرمانده بسیار ارشد حماس به نام آقای صالح آروری به همراه 2 فرمانده ارشد دیگه و 4 نفر از همکارانشون رو یک جا هدف قرار بدن. و نکته اینجاست که خب اسرائیلی ها بلافاصله عنوان کردن که ما این حملمون به لبنان یا حزب الله نبوده، این بحث ما با حماس هست و سعی کردن که خیلی به این مسئله دامن نزنن. اما نکته در اینجا چی بود؟ نکته در اینجا این بود که اسرائیلی‌ها دقیقاً میدونستن که در چه لحظه‌ای فرماندهان حماس، چه کسانی در کدام آپارتمان و کدام ساختمان و حتی کدوم طرف آپارتمان جمع میشن که اون لحظه طلایی رو ازش استفاده کنن و همه اونها رو یک جا هدف قرار بدن. و با این تصویری که شما میبینید که نصف آپارتمان فقط هدف قرار گرفته، میتونید مطمئن باشید که اینجا علاوه بر این که به هر حال احاطه مناسبی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در پایتخت حزب الله لبنان دارن، خب بجز اون افرادی رو هم داخل این سازمان ها دارن، سازمان‌هایی که مثل حماس یا بقیه سازمان محور مقاومت، که به اونها لحظه مناسب رو خبر میدن، به خاطر اینکه شما امکان نداره بتونید فقط با ماهواره یا دستگاه شنود الکترونیکی این لحظه رو که 3 تن از فرماندهان ارشد در یک جا جمع شدن و در دقیقاً اونجا رو با خطای چند سانتیمتری هدف قرار بدیم به متوجه بشیم و باید نفر داشته باشید در اونجا که اون به شما به اپراتور پهپادتون تاییدیه رو بده. همین اتفاق در سوریه هم افتاد و طبق اخباری که داشتیم درست در لحظه‌ای که آقای موسوی وارد منزلشون شدن این اتفاق افتاده براشون. در نتیجه اسرائیلی ها کاملا از درون سازمان های محور مقاومت خبر دارن. خب شاید البته متقابلا این طرف هم از درون اسرائیلی ها خبر داشته باشن، ولی فعلا ما داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم. اما مسئله‌ای که من بخوام بهش اینجا بپردازم این هست که طبیعت جنگ تلفات، خسارت هست و شما به هر حال هزینه میدین در جنگ و هواپیما، کشتی، ژنرالتون، حتی به هر حال پایگاه‌های بزرگتون رو از دست میدین در جنگ اوکراین. روسیه در ماه‌های اول 4 یا 5 ژنرال خودش رو از دست داد تا اینکه فهمید چطوری باید بجنگه و بهتر کرد شرایطش رو. ولی این تلفات یا این خسارات برای شما به یک مسئله تحقیرآمیز منجر بشه که روحیه نیروهای خودتون رو پایین بیاره، روحیه نیروهای دشمن رو بالا ببره. این بستگی داره به روش تبلیغاتی که شما انتخاب میکنید. آقای صالح آروری خب قطعا کسی بوده که خودش این روش زندگی رو انتخاب کرده بوده. طبق مصاحبه‌هاش هم همیشه گفته من آماده مرگ هستم، هر لحظه در راه هدفم 18 سال زندان بوده و غیره. اما خب این رو میشد به عنوان یک تلفات، یک مسئله تراژیک در جنگی که ابعاد خیلی بزرگتری داره قلمداد کرد اگر کسی مثل آقای سید حسن نصرالله در 7 شهریور ماه امسال از طبق معمول از کلمات بسیار با بار قوی استفاده نکرده بود و مثلا در اینجا که من نگه میدارم زیرنویس رو میتونید ببینید، نگفته بودن که اگر حتی یک لبنانی، فلسطینی یا ایرانی در خاک لبنان هدف قرار بگیرن، ترور بشن، بنده و حزب الله لبنان اقدام شدید خواهیم کرد. و حالا بجز این که آقای حسن نصرالله کلا کلمات با بار ملایم رو دوست ندارن به کار ببرن، اما این فقط محدود به ایشون نیست. کل دستگاه تبلیغاتی محور مقاومت دوچار این آسیب هست که وعده ها، تهدیدهای بسیار بزرگی انجام میدن و وقتی که اونها
قابلیت تحقق رو پیدا نمی‌کنن، اون هدف کمپین تبلیغاتی رو که بخش بزرگی از یک کمپین نظامی هست به نظر من رو از دست میدن، که اون بالا بردن روحیه نیروهای خودی هست، پایین آوردن روحیه نیروهای دشمن هست و این که تو بتونید بیشترین افکار عمومی رو برای کمپین خودتون جلب بکنید و رسانه ها و مردم دنیا شما رو برحق بدونن در اون جنگ. خب در این جنگ غزه تبلیغات دو طرف به نوعی برخواسته از فرهنگ ملت هاشون هم بود و به طور مثال اسرائیلی‌ها طبق معمول سعی کردن با مظلوم نمایی ترحم افکار عمومی جهان رو جلب بکنن و اقدامات وحشتناکی که بعدش اتفاق افتاد در غزه رو که مثلا 22,000 بمب روی مناطق مسکونی انداختن رو توجیه بکنن. خب خیلی از اینها به طور ناشیانه داستان نویسی شده بود، مثل سربریدن 40 بچه یا تجاوز به کودکان، گذاشت سوزاندن بچه ها و اینجور چیزها که بعدا معلوم شد دروغ بوده، نه تنها که اینکه نشه ثابتش کرد بلکه دروغ بوده. خیلی اسرائیل و دستگاه پروپاگانداش زیر سوال بود. الان حتی آقای نتانیاهو وقتی صحبت میکنه رسانه ها اونو راستی آزمایی میکنن و در این حد دولت اسرائیل و دستگاه تبلیغاتیش اعتبارشون از دست داده. طرف مقابل اما برعکس از رجزخونی غلو آمیز صحبت کردن و اینجور چیزا استفاده میکنه، مسئولیت همه چیزو به عهده میگیره. به طور مثال اسرائیلیا اینجا سریع اعلام کردن که ما حملمون به حزب الله یا به لبنان نبوده، یا مثلا وقتی نیروگاه اتمی سوریه رو در حال ساخت بود در شمالش بمباران کردن، تا 12 سال فکر میکنم مسئولیتش رو قبول نکردن، اصلا راجبش صحبت هم نکردن. هزاران ترور و کارهای دیگه در دنیا انجام دادن که مسئولیتش رو قبول نکردن و اعلام پیروزی نکردن. اما این طرف اگر یک درخت هم در کشور مقابل بیفته سریع اعلام مسئولیت میکنن و اینو به عنوان یک پیروزی و یک نقشه از قبل تعیین شده معرفی میکنن و این تن جلوه دادن خودشون زمانی مشکلی ساز میشه براشون که مشخص میشه نه آسیب پذیر هم هستن. الان در داخل ایران 10 ها اتفاق افتاده که خب مشخصا میشه گفت که اتفاقات عادی نیست، هم انفجارهایی در پالایشگاه ها در خیلی از جاها، همین انفجاری که در انفجار تروریستی که در کرمان اتفاق افتاد، در سوریه و جاهای دیگه. و وقتی که شما این روش رو انتخاب میکنید خودتون رو در معرض انتقاد و بی‌اعتبار شدن قرار میدید. و خب مثلا الان امروز هم آقای سید حسن نصرالله سخنرانی کردن، همون حرفای همیشگی رو زدن و گفتن که به ما حمله نکنید، اگر به ما حمله کنید چنین و چنان می شود و هیچ اتفاقی در مورد این تروری که در بیروت افتاد نخواهد افتاد به نظر بنده، البته که شما میتونید باش مخالف باشید. و خب این نشون میده این مسئله رو و این خب انتخابیه که پیش روی مدیران کمپین های دو طرف از رهبران دو طرف که آیا مثلا شما میخواید یک کمپین تبلیغاتی داشته باشید که مؤثر باشه، افراد شایسته توش باشن، افرادی که کاربلد هستن که بتونین به اهدافتون در اون زمینه برسید، یا اون دستگاه تبلیغاتی به شما کمک بکنه در استراتژی کلانی که دارید، یا اینکه مثل الان یک سری آدم به هر حال با چاپلوسی، تملق، افرادی که با رابطه و اینجور چیزها وارد این تریبون ها شدن، از رانت زیاد میلیاردها دلار و میلیاردها تومانی که در این جریان تبلیغاتی داره توزیع میشه استفاده میکنن و نتیجهش هم این میشه که بعضن یا از تغییر میدن جناح خودشون رو، میرن در اون طرف محور مقاومت در انگلستان و جای دیگه مقاومت میکنن، یا اینکه همین الان هم حداقل با ناکارآمدیشون ضربه میزنن به این کمپینات. من دو طرف رو به طور یکسان نقد کردم در این مسئله. اون طرف هم به هر حال افرادی هستن که بسیار کارنابلد هستن و ضربات زیادی به کمپین اسرائیل زدن، به طوری که
حمایت عمومی حتی در آمریکا الان به پایین ترین سطح رسیده از اسرائیل و تمام اینها محصول تبلیغاته و تبلیغات خیلی خیلی مهمه. کلماتی که انتخاب میکنید، حرفایی که میزنید، حتی مهمتر از عملی هست که انجام میدید و این روش صحبت کردن مثل آقای سید حسن نصرالله مدت هاست دیگه کارهای خودش از دست داده و الان بیشتر بار منفی ایجاد میکنه، هم برای خودش هم برای تیمی که توش داره کار انجام میده. اما خب بریم سراغ جبهه های نبرد با این مقدمه طولانی و ببینیم چه خبر هست. اسرائیلی‌ها وارد فاز سوم عملیات خودشون شدن و اون هم این هست که نیروهای خودشون را حد اکثر تا جایی که میتونن بیرون بکشن و نیروهای نخبه اونجا فعالیت بکنن، اون هم در حاشیه، به این صورت که اسرائیلی‌ها قرار هست که در اطراف نوار غزه حضور داشته باشن. سعی کردن این منطقه را هم تخلیه بکنن. فلسطینی‌ها نرفتن تو دیرالبلح اونطور که اسرائیلی‌ها میخواستن. حمله اسرائیل هم به سمت البرج یا تلفظش رو دقیقا نمیدونم شکست خورد. اینجا تلفات سنگینی دادن. تیپ باراک با حمایت از یک تیپ زرهی اینجا عملیات انجام میده. تیپ 36م زرهی اینجا کمکش میکرد، اما هم تانک و نفربر زیادی از دست دادن، هم تلفات و عقب نشینی کردن. از اون طرف خب در سمت بیت لاهیا، در سمت بیت هانون، شجاعیه، جبالیا، شیخ رضوان، از زیتون و جای دیگه هم اسرائیلی ها مجبور شدن عقب نشینی کنن. عملیاتشون موفق نبود تا اینکه امروز اعلام کردن که 5 تیپ خودشون رو از منطقه عقب میکشن. البته از این 5 تیپ من فقط یک تیپش رو در درون غزه شناسایی کردم، تیپ 14 رو. تیپ های دیگه که گفتن عقب میکشن 460 زرهی هست، 261 هست، تیپ پیاده نظام هست و تیپ 828 هست که این هم باز پیاده نظام هست و تیپ 14 که زرهی هست ولی ذخیره هستن و تیپ 551 که نیروهای ذخیره چترباز هستن رو عقب میکشه و گفته منحلشون میکنه، یعنی اینها نیروهاشون رو اجازه میده برگردن. اینا جز اون 360,000 نفر نیروی هستن که به عنوان ذخیره ارتش اسرائیل فرا خونده بود به سربازی. خب اینا نیروهای مولد اقتصاد اسرائیل هستن و نبودن اینها علاوه بر این که ماهانه 1 میلیارد و 300 میلیون دلار داره حقوق بابتشون پرداخت میکنه به همین افرادی که آورده توی ارتشش، به جز اون حدود 5 میلیارد دلار هم بودجه تصویب کردن برای شرکت هایی که اینها توش کار میکردن و الان دست خالی موندن اونجا و نمیتونن کارشون رو انجام بدن و حالا داره به تدریج سعی میکنه این نیروها رو برگردونه به اقتصاد اسرائیل و این به نظرم فاز اول هست، این 5 تیپی که منحل میکنه و خب خیال اسرائیل راحت شده از اینکه این جنگ گسترش پیدا نخواهد کرد. خب دیگه بالاتر از این نبود که به بیروت حمله بکنه، یکی از فرماندهان حماس رو بکشه و هیچ اتفاق خاصی نیفته و بنابراین احتیاج به نیروی بیشتر نداره. الان اسرائیل متوجه شده که نیازی نداره که حتما درون غزه بجنگه و شما اگر خودتون رو بذارین جای اسرائیل میبینید که این یه منطقه‌ای هست که شما اگر بتونید کاملا محاصرش کنید، حدود 2 میلیون نفر مردم در جنوب اینجا انباشته شدن، در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن که این مشکل شما نیست، مشکل جامعه بین الملل هست که باید به اینا غذا بده، بهداشتشون رو با همین شرایط سخت حفظ بکنه و شما میگید که اگر نخواستن میتونن برن به صحرای سینا. این دیدگاه اسرائیل هست نه دیدگاه ما اینجا. و خب بجز اون اگر بتونن کنترل کنن که هیچ گونه مواد غذایی، سلاح، مهمات و ملزومات وارد قسمت شمال نشه، خب طبیعتا بعد از مدتی مهمات و ملزومات جنگی نیروهای فلسطینی در اون منطقه تموم میشه و بجز این اسرائیل بعد از اون بمباران‌های گسترده حالا داره به صورت سیستماتیک هم شمال غزه رو منهدم میکنه، با خاک یکسان میکنه، یعنی هیچ خونه و هیچ ساختمونی نمیخواد باقی بذاره در منطقه شمالی که نیروهای یا مردم فلسطین بتونن برگردن و اونجا زندگی کنن
و میخواد اون منطقه شمال، شهرهای غزه، بیت حانون، بیت لاهیا، شجاعیه رو تبدیل کنه به یک صحرا که اونجا با خاک یکسان هست و دیگه امکان زندگی توش نیست، به جز اون که ساختمون اونجا نیست، تمام آب، برق، همه امکانات شهری اونجا هم از اسرائیل میاد. در نتیجه این بخش رو میخواد تبدیل کنه به یک منطقه متروکه و بعد کنترلش خب براش راحت تر میشه. خب اما در حال حاضر همونطور که گفتم نبردها توی التفاح و الدرج اینجا گسترده بود. سعی میکردن نیروهای اسرائیلی از این طریق جبالیا رو محاصره کنن. نیروهای فلسطینی در جبالیا، بیت لاهیا، بیت حانون تونستن مقاومت کنن و اسرائیلیا علیرغم همه حملاتی که از جهات مختلف داشتن، من رنگ این رو عوض بکنم با اجازهتون، حملاتی که از جهات مختلف داشتن موفق نشدن. مثلا بیت حانون بعد از 86 روز هنوز پاکسازی نشد توسط اسرائیل و دیگه اونجا ساختمونی البته وجود نداره. یا منطقه شجاعیه یا منطقه زیتون، منطقه شیخ رضوان، تمام اینها از عقب نشینی کردن ازشون اسرائیلی ها و دیگه جنگ در اینجا متوقف شده. مثلا در بیت لاهیا این فیلم جالب رو داریم که نیروهای فلسطینی بعد از این همه مدت از جنگ همچنان مهمات دارن، از خمپاره‌های 60 میلیمتری ساخت ایران استفاده میکنن برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی و میبینید که قصد عقب نشینی یا تسلیم شدن به هیچ عنوان ندارن. این هم گفته شد ساخت ایران هست، این هم مهماتش و هم خود خمپارا. در مثلا در شجاعیه بازی فیلم جالب داریم که فلسطینی ها از موشک سام 7 استفاده میکنن برای هدف قرار دادن هلیکوپترها و پهپادهای اسرائیلی که خیلی جالب هست این مسئله که خب مهم این نیست که برخورد کرده با این پهپاد یا هلیکوپتر یا نه. برای اسرائیل اعلام کردن که به هلیکوپترهاشون هم شلیک شده توسط موشک ها برای که امداد و نجات رو نمیتونن به راحتی انجام بدن و پهپادها هم خب احتمالاً دیگه مجبورن ارتفاع بیشتری بگیرن و این خب به نفع فلسطینی هاست. اما حالا که صحبت از تبلیغات شد، به این اشتباه تبلیغاتی فلسطینی ها هم اشاره بکنیم که این آقا البته دارن راجع به چیزهای دیگه صحبت میکنن، تو همون دراج و التفاح میگن ما داریم میجنگیم، که این تصویری که خب فلسطینی ها خودشون منتشر کردن و اسرائیلی ها روش کار کردن و اینجا خیلی مهمه، این که نشون میدن که اولا آقای فلسطینی که عنوان میکنن که من اگر مهمات بیشتری داشتم تانک بیشتری منهدم میکردم، خودشون ادعا میکنن که 3 تانک رو تا حالا منهدم کردن. اینجا اسرائیلی ها میان از این مسئله استفاده میکنن، عنوان میکنن که ایشون راکت خودشو در داخل پتو پیچیده و خودش هم لباس غیر نظامی تنش هست. و حالا نکته این مسئله چی است؟ اسرائیلی ها میخوان توجیه بکنن این که چطور این همه غیر نظامی رو نه تنها با بمباران بلکه با تیر مستقیم کشتن تو این جنگ و میگن که ما نمیتونیم تفکیک قائل بشیم بین نیروهای رزمنده فلسطینی و نیروهای غیر نظامی و افراد غیر نظامی. حالا البته خیلی وقتا کودکان و زنان و اینا هستن که اون رو دیگه نمیدونم چجوری توجیه میکنن، اما برای این نشان دادن این فرد با لباس غیر نظامی اشتباهی بود که برای دستگاه تبلیغاتی فلسطینی ها انجام داد. و ببینید با یه اشتباه دشمن میتونه استفاده کنه از کار شما، فرقی نمیکنه اون طرف یا این طرف. برای من البته اینجا که و از اون مسئله برای شما یک توجیهی درست بکنه برای اینکه اعمال خودش رو با اون منطقی جلوه بده. مثلا انداختن 22,000 بمب روی مناطق مسکونی رو به این صورت توجیه میکنه که خب ببینید در مهد کودک دستگاه مثلا بمب کنترل شونده یا تله انفجاری جا گذاشته بودن و فلسطینی‌ها برای اینکه این الان یکی از مرگبارترین سلاح‌های فلسطینی‌ها است در مبادی تونل‌ها و ساختمان‌ها، اسرائیلی‌ها به محض اینکه وارد میشن تله‌های انفجاری که بعضیشون با دوربین کار میکنه و اپراتور داره نیروی فلسطینی میبینه منفجر میشن و تلفات سنگینی به اسرائیلی‌ها وارد کردن. ولی خب اینجا
عنوان میکنن که مهد کودک هست و اینجا هم شما میبینید در این صحنه. منتها خب همه میدونیم که بیش از 4 ماهه که هیچ مهد کودکی امکان این که فعالیت روزانه داشته باشه اونجا نداشتیم. مدارس هم اونجا فقط برای نگهداری پناهندگان به کار برده می شدن. پس بنابراین تبلیغات حتی از خود عملیات نظامی میتونه مهمتر باشه و این خیلی رکن مهمیه، چیزی که خیلی راحت رها شده در دو طرف. اما خب بریم سمت جنوب ببینیم چه خبر هست. خب اسرائیلی‌ها سعی کردن از جهورالدیک و از سمت البرج 2 تا حمله انجام بدن به سمت اردوگاه‌های نصیرات و این منطقه که اینجا رو جدا بکنن، اما موفق نشدن و اینجا فلسطینی‌ها به شدت جلوشون مقاومت کردن. گفته میشه که 3 تانک و 4-5 تا نفربر رو منهدم کردن. اینجا یاد بشه تیپ باراک داشت عملیات انجام میداد با حمایت این لشکر 36م زرهی که میبینید تیپ باراک دیگه اینجا نیست و اون هم عقب نشینی کرد از منطقه بعد از اینکه موفق نشد بعد از 1 هفته نبرد سخت در اینجا پیشروی داشته باشه به این سمت و خب در ازاش بمباران‌های بسیار شدیدی در تمام منطقه توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شده و خب اما وضعیت دو طرف به همین صورت هست که مشاهده می‌کنید. البته اینجا هم شاید مقدار اسرائیلی‌ها عقب‌تر هستن از این منطقه‌ای که می‌بینید. و در سمت جنوب البته جنگ به شدت ادامه داره. اسرائیلی‌ها یک تیپ هوابرد یا چترباز دیگه وارد کردن، تیپ 55 که اینجا میبینید چترباز هستن. اینها در کنار تیپ‌های تخصصی مثل گیواتی یا کفیر که این کفیر تیپی هست که یک گردان مهندسی داره و این گردان مخصوص از بین بردن تونل‌های فلسطینی‌ها هست. و مثلا یکی از چیزهایی که این یگان داره سگ‌های آموزش دیده هستن که اینها رو وارد ساختمون‌ها میکنن قبل از اینکه ببینید سربازان اسرائیلی وارد شن. اون حیوان زبان بسته باید بره تو که اگر فلسطینی‌ها اونجا بودن سربازان آسیب نبینن و اون سگ از بین بره. و خب اسرائیلی‌ها ادعا میکنن که همینجا سگ‌ها چندین بار جونش سربازانشون رو نجات دادن و فلسطینی‌هایی که کمین کرده بودن در این تونل هایی که میبینید رو سگ‌ها رفتن و خنثی کردن. حالا یعنی چی خنثی؟ من دقیقا عبارتی که دیدم توی اکانت های اسرائیلی ها رو خدمتون گفتم و دیگه اینجا هم نوشتن دیگه کلمه خنثی رو آخرش. و خب بنابراین اینجا همچنان درگیرن اما موفق نشدن. 8 تیپی که الان اینجا هستن هم تیپ های تخصصی و زبده اسرائیل، یعنی با شمال فرق میکنه. این موفق نشدن وارد خود خان یونس بشن و خان یونس شهرش همچنان دست نیروهای فلسطینی هست و حتی نتونستن یکی از منازل این رهبران فلسطینی رو تصرف کنن. این پیروزی نمادینی براشون میشد و همچنان در اینجا در حال جنگیدن هستن. اینجا کیفیت نیروهای فلسطینی البته خیلی بهتر هست و مثلا میبینید که با کمین هایی که میذارن خب نیروهای اسرائیلی رو چطوری غافلگیر میکنن و خب نه تنها سامانه تروفی که برگه هیچی هم نمیتونه کمک بکنه. البته خب این فیلم خیلی فیلم جدیدی نیست اما به هر حال خیلی تفاوتی هم فیلم‌های جدید با این نمیکنه. کمتر من دیدم امروز تصویر اومده باشه بیرون و خب اینجا سلاح‌های متنوعی دارن. این فیلم خب خیلی جالب بود. من این فیلم به خاطر این انتخاب کردم چون این دستمون در رفته بود. با هم یه بار دیگه ببینیم که ببینید سرباز فلسطینی یا جنگنده فلسطینی از تونل بیرون میاد. تانک اسرائیل در 4-5 متریش قرار داره. بمب شواظ که این هم یه سلاح جدید هست که فلسطینی‌ها دارن به کار میبرن که میچسبونن به بدنه تانک‌های و نفرورها البته و فیوزش رو فعال میکنن و دیگه اینجا سامانه تروفی اونطوری که نظامی نویسان ایرانی خیلی دوست دارن نمیتونه کمکی به تانک بکنه و تانک قطعا نابود میشه. و خب به جز این هم باز میبینید تصاویر بیشتری داریم از ضرباتی که به اینجا به یک بولدوزر اسرائیلی نابود شده
گفتم دفعه قبلم گفتم در یکی از کانال های نظامی نویس فارسی عنوان کرده بودن که فلسطینی ها لاستیک آتیش میزنن که بگن تانک در حال سوختن هست و گله میکردن چرا فلسطینی ها یک فیلم 360 درجه از اطراف اهدافشون که مورد اصابت قرار میدن تهیه نمیکنن که واقعا آدم منطقی از پاسخ باز میمونه دیگه. ولی به هر حال همین هم برای اون عزیزان فکر کنم فیلم مناسبی بود که شکایت داشتن و بنابراین در خان یونس وضعیت هیچ فرقی نکرده و اینم خیلی جالبه که بعد از حدود یک هفته درگیری شدید و آوردن نزدیک به 40,000 نیرو برای تصرف خان یونس، ارتش اسرائیل هنوز همون جایی که هفته پیش بود و هیچ پیشرفتی نکرده و در البرج که شکست خورد به طور کامل و خب به هر حال اسرائیلی ها یه چیزی رو هم فهمیدن دیگه که شاید اصلا نیازی نباشه که اینقدر به خودشون فشار بیارن و بعد از عدم موفقیتشون تو رسیدن به همه اهدافشون از جمله از کار انداختن توان پرتاب موشک نیروهای فلسطینی به مناطق اسرائیلی که میبینید حتی در لحظه سال 9 میلادی فلسطینی ها موفق شدن راکتاشون به سمت تل‌آویو نه به سمت شهرک ها ارسال بکنن. حالا وارد فاز جنگ فرسایشی شدن طبق گفته آقای نتانیاهو و قرار در کل سال 2024 این جنگ رو ادامه بدن که در واقع ترجمهش این میشه که اسرائیل اجازه نخواهد داد که غزه به حالت سابقش برگرده و زندگی نرمال اونجا دیگه جریان پیدا کنه. اونقدر فشار رو روی مردم غزه میخوان نگه دارن که مردم خودشون داوطلبانه از این منطقه برن مثلا در جاهای مثل مصر و اونجاها و همون اتفاقی در سال 1948 افتاد برای فلسطینی ها تکرار بشه به نظر من. و خب این وضعیت پس خود غزه بود. در منطقه شمال که خیلی واقعا چیزی نداریم که بهش بپردازیم، حزب الله نهایتا چند تا موشک به پایگاه های اسرائیلی زده، مثلا در اینجا روی این تپه که البته فیلم هم مان 3-4 روز پیش هست، یعنی حزب الله موفق نشده که فیلم جدید هم از حملات خودش ارائه بده و خب اینجا میبینید که این تپه رو هدف قرار میده و با موشک ضد تانک که موشک دهلاوی هم هست گویا و از سیستم دید در شبش استفاده میکنه و مشخصی البته تجمع سربازان اسرائیلی رو گفتن هدف قرار دادن. رسانه‌های اسرائیل از زخمی شدن 2 سرباز در روزهای اخیر خبر دادن که قطعا مربوط به این حمله نمیشه چون این حمله مال فکر کنم 4 روز پیش باشه با تاریخی که گفتن و من حمله جدیدتر، فیلم جدیدتری از حملات حزب الله ندیدم. اما از اون طرف اسرائیلی ها به شدت به بمباران مواضع حزب الله یا روستاهای جنوب لبنان ادامه میدن، بمباران های به شدت سنگینی میکنن. بعضی از فیلماش بیرون میاد و میبینیم گرچه خود اسرائیلی هم خیلی تمایل ندارن اینا رو پخش کنن و میبینید که از بمب‌های قوی استفاده میکنن و در واقع اسرائیلی ها یک کار رو انجام دادن و اون این هست که در منطقه جنوب لبنان یک منطقه بسیار بزرگ رو تحت پوشش قرار دادن و به وسیله پهپاد و هواپیماهای خودشون مرتب اینجا رو تجسس میکنن و دیگه مثل قبل گروه های حزب الله امکان این که به مرز به راحتی نزدیک شن و بتونن از اونجا حملات خودشون رو، حملاتی که اکثرا با موشک یا خمپاره بود، انجام بدن رو ندارن و اونها رو شناسایی میکنن و بلافاصله با پهپاد، هلیکوپتر یا هواپیما اون منطقه رو به طور وسیع بمباران میکنن و خب دیدیم در روزهای گذشته حزب الله لبنان تلفات قابل ملاحظه‌ای هم در این مناطق داشته. اما قطعا خود حزب الله لبنان هم علاقه داره که سطح درگیری رو در همین حد نگه داره و به طور مثال اینجا از پهپاد استفاده میکنه، پهپاد ابابیل استفاده میکنه. این کوچکترین و ضعیفترین پهپادی هست که حزب الله لبنان داره و فکر کنم که ایران ساخته باشه و کمترین خسارت رو میتونه به اهداف خودش وارد بکنه و صرفا میشه گفت که این فیلم فقط تهیه شده برای اینکه در
آرشیو یا در رسانه ها به عنوان حمله پهپادی وجود داشته باشه. اونم تعداد پهپادهایی که استفاده میشه، من فکر میکنم این دومین فیلمی بود در کل این 3 ماه از پهپادهای ابابیل دیدم که حزب الله لبنان استفاده کرده بود و بنابراین این وضعیت شمال، من بیشتر از این نمیتونم راجعش صحبتی بکنم. در سمت عراق اما خب باز دوباره پایگاه حریر هدف قرار گرفته، در سوریه هم همینطور این ادامه دارن میدن در اطراف الشدادی مخصوصا، که این پایگاه حریر تبدیل شده واقعا به کیسه بوکس نیروهای عراقی و با هر بار اینجا رو هدف قرار میدن، که این بار از شاهد 101 استفاده کردن، پهپاد انتحاری ساخت ایران، و ببینید که پهپاد به اون سمت داره میره. و خب البته یه بار هم گفته شد که پهپاد رو هدف قرار دادن دفعه بعد از اینی که دیدیم پهپاد اصابت کرد به جایی که میخواست. و خب نکته اینه که باید ببینیم که محور مقاومت از حمله مستقیم به نیروهای آمریکایی چی میخواد، چون به هر حال دیدین که نیروهای آمریکایی منطقه مدیترانه رو هم با ناو جرادفورد ترک کردن، گرچه ناو باتان داره میره جای اون رو بگیره، امروز وارد مدیترانه شده، ولی خب این به هر حال روتین هست که یک ناو هواپیمابر آمریکا در مدیترانه داشته باشن. ناو جرادفورد اختصاصا برای این منازعه وارد شده بود. اما بریم سراغ یمن. یمنی ها ولکن ماجرا نیستن. 3-4 روز پیش قایق‌هاشون 4 قایقشون در حال حمله به یک کشتی تجاری بودن. البته خودشون گفتن که داشتن امنیت رو اینجا حاکم میکردن و مراقبت میکردن، و ناوگان آمریکا برای کمک به اون کشتی تجاری وارد عمل شده و 3 تا از 4 تا قایق یمنی ها غرق شده به همراه 10 نفر از نیروهاشون که توی اون بودن، و یکی تونسته بره، و این اتفاق هم با هلیکوپترهای ناو آیزنهاور اتفاق افتاده. و خب باز هم ساعاتی پیش اعلام شد که یک کشتی دیگه با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته که اصابت نکرده. ناوگان آمریکا اومده اونجا کمک کرده و بقیه موشک‌ها و پهپادهایی که در منطقه شلیک شده بودن رو سرنگون کرده و به کشتی‌ها آسیبی نرسیده. اما خب مسئله اینه که دوباره کشتیرانی‌ها اعلام کردن که ما باز دوباره تمدید می‌کنیم عدم استفاده از دریای سرخ رو، و این در واقع کاریه که یمنی‌ها کردن و این بسته شدن این تنگه و تحمیل یک بار اضافی روی صنعت حمل و نقل دریایی چیزی بود که هدف یمنی ها بود. حالا این درست یا غلطش ما کاری نداریم، و این خب یکی از فشارهاییه که باعث میشه جامعه جهانی فشار بیاره روی اسرائیل که جنگ غزه رو تمومش بکنه. و این تنها نکته‌ای که در خارج از غزه به فلسطینی ها کمک کرد در واقع همین بحث تنگه باب‌المعدن و یمنی ها بودن، و بقیه چه کشور عربی چه بقیه محور مقاومت تأثیر چندانی نداشتن تو وضعیت اونها. به نظر من البته اینجا هم تأثیرش رو به زودی خواهیم دید که چطور خواهد بود. فعلا شورای امنیت داره بررسی میکنه و شاید اجازه دخالت نظامی در یمن بده. البته فکر میکنم که نیازی هم آمریکا و انگلیس به اجازه داشتن برای این کار. اما خب اینجا یک پارامتر یا یک متغیر جدید وارد صحنه شده و اون هم 2 ناو ایرانی هست. اولیش ناو بهشاد هست که یک کشتی باربری بوده، همینطور که میبینید که تبدیلش کردن به سکوی عملیاتی و اطلاعاتی. توش انواع سامانه های شنود و رصد وجود داره که خب این میره و در تنگه باب‌المعدن و دریای سرخ اونجا مستقر میشه و اونجا کار اطلاعاتی برای ایران انجام میده. حالا احتمالاً به یمنی ها هم اطلاعات لازم رو میده برای کارهاشون. و دیگری رزمناو البرز هست که این درست خود کشتی قدیمی هست از خریدهای
زمان پهلوی بوده، اما کشتی به شدت به روز رسانی شده و همه چیز دیگه جدید هست و این کشتی هم برای اونجا برای مراقبت از هم بهشاد، همین که اونجا حضور داشته باشه مستقر خواهد شد و به هر حال یکی از کشتی‌های بسیار مهم نیرو دریایی ایران هست. و در حال حاضر قرار هست که بهشاد و البرز در اینجا مستقر بشن. قبلا هم اینجا کشتی بندرعباس رو داشتیم که اسرائیلی‌ها با یک مین مغناطیسی بهش صدمه زدن، بعد بهشاد جایگزین شد و چینی ها در قسمت جنوبی اینجا هستند، در سواحل آفریقا در این بخش، و آمریکایی ها و انگلیسی ها در طول سواحل یمن در حال مراقبت هستند و بعد ببینیم که چطوری میشه. فعلا یمنی ها عقب نشینی نکردن از اهدافشون و همچنان دارن ادامه میدن. خب ممنون از همه عزیزان و مرسی که تا اینجا با من بودید. دمتون گرم تا بروزرسانی بعد که امیدوارم بروزرسانی صلح باشه دیگه در غزه و منطقه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.